امروز میخوام 3 آثار از مجموعه عزیز نسین رو بهتون معرفی کنم که چند ماه پیش از یه شخصی هدیه گرفتم. کتاب اول کتاب چاخان. نویسنده تو این کتاب به عنصری به اسم آدم چاخان میپردازه و عقیده داره که عامل پرورش چاخان گفتن مردم خود مردم هستن. چاخانها رو بزرگ میکنن و به جان اجتماع میاندازن. کتاب بعدی کتاب حرف بزنم یا نزنم. بیشتر تو این کتاب شیوه زندگی نویسنده است که در تمامی سطور کتاب جاریه. از تجربه دستفروشی و حسابداری تا روزنامه نگاری و کسب جوایز معتبر. کتاب بعدی کتاب آپارتمان اجاره‌ای. هیچ ایرانی با حوادثی که تو این کتاب روایت میشه بیگانه نیست. از اختلاس و فساد اداری تا فرهنگ و مصرفگرایی و کالاپرستی. البته اینم بگم که تمام این کتاب‌ها طنزه و از خوندنشون خسته نمیشی.